آمدیم به بازار چنداول یا منطقه چنداول. از ما اینجا دکان بیتری چارچی است. در اینجا بیتری چارچی کار میکنیم. یک چند مدت پیش بود شبلی مال ویش میگفتن دیگه و فکر کنم دیگه این کوچه بود یا کوچه دیگه است. کنم که اینا همه شام میره. بله خودت اینجا دیگه همی به نام آن که هستی نام از او یا فلک جنبش زمین آرام از او یا. درود سلام خدمت شما خوبان، امید که هر جای دنیا هستین خوب سلامت و لباس عافیت به تنتان باشه. باز من احمد زبیر طاهری با همکار خوبم صفت جان در خدمت شما خوبان قرار داریم با یک گزارش شهری دیگه و شما حدس بزنین ما کجا هستیم. ما آمدیم به بازار چنداول یا منطقه چنداول. منطقه چنداول که هست بسیار مشهور است در کابل و بازار قدیمی هم داره و اینجا فکر کنم مدینی کوچه ها و پس کوچه های بازار چنداول میشه. ما دیگه یک سری از اخبار و خبرها هست که یک قسمت از چنداول یک قسمت نمیدانیم که دقیقاً کجاست. با همشهریای ما صحبت میکنیم، با کسایی که بیشتر اینجا زندگی میکنن. و اینجا مسجدی که فعلا ما در کنارش هستیم صادقی است. اینجا یکی از وطندارای ما در پالی همیم میشینیم. صفت جان سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلامت باشین. اسمتان؟ تیرتی. تیرتی صاحب. گفتین این مسجد به نام چی است؟ صادقه. این مسجد به نام صادقی است. از اهل تشیع؟ بله. بله بسیار خوب. دیگه خودت هم اینجا چای گرفتی و چای نوشی جا میاد؟ من اینجا انگشتر میفروشم. انگشتر فروشی داری؟ بله. والا بسیار خوبش. سلام علیکم وطندار. علیکم سلام. خوب هستی جانا که جوره؟ بخیر هستی؟ انگشترهای خودت هم فروشی دارسته؟ اوی دیگه این برای فروختن جیشه دیگه. هر دیتان رفیقا خو نیسته؟ هستم. همیجا زندگی میکنه؟ یکی ما تو طرف ما چارقلای مدیر آباد. خودت چارقلا هستی؟ بسیار خوب. خودت همیجا هستی دیگه؟ بله. بسیار خوب. درباره همین منطقه بر ما بگو. با چنداول دیگه میگن اینجا اهل تشیع هم زندگی میکنه و اقوام زیاد از قزلباش. سابق از اینجا منطقه سابقه از این پرسان که من از هراتم. تو از هرات اینجا؟ بله. از هرات. تو اشتنی تیاری سلامتی خوبی؟ تو میمانی؟ بله. خونه اینجاست یا هرات؟ هرات. این مسافره پس. خودت بیشتر در اینجا بوده ای؟ ما همین یه دنیا آمدیم. دمی چنداول؟ همین چنداول همین باغون کوچه همینجا. باشین دوستای عزیز که بریم در پالی وطندار ما که این بیشتر معلومات داره. این چای برای چای همین طرف ما بانا معلومات داشتم میگم. بسیار خوب. اینجا مردم قزلباش زندگی میکند و بیشتر اهل تشیع فکر کنم. اینجا همون تو قزلباش هم تشیع. هم تشیع میشن همشون. خودت گفتی همینجا تولد شدی همینجا زندگی ما در باغون کوچه اینجا روبرو شدیم منطقه اونجا دم اینجا کلان شدیم. اینی سماوات ها و اینی پس کوچه ها از سابق بود؟ والا اینی سابق نه والا. از سابق نبود. اونجا یک دم میدانی بود. یالی پاسان یالی تو بیلدینگ جور شده. این بیلدینگ ها و این ساختمان ها نو جور شده؟ پاسان ها جور شده. بسیار خوب. فکر کنم میگن نقشه سرک آمده است در کوچه بازار چنداول. او کوچه آمده یا در این کوچه آمده؟ این کوچه هست نقشه شون اونجا دیدی چلی پا کشیده که تفسیر مزوز. یعنی ایده سرک میره؟ ایده قصدارا سرک کلان جور کنن. بسیار خوب.
خیر ببینین تشکر. سلام باش. ما هم بریم که ببینیم که سرک تا کجا میره، از کجا شروع میشه. او نمیتونه تا دیگه. خب از این سوسو میره. دیگه از طرف چوک میه. این میره از سر چوک تا این میگیره زده میشه. زده میشه. دوستا میره. خیر ببینید تشکر. بخیر باشین وطندارا. فکر کنم این دکانایی که صفت جان در تصویر بگیره اینا را نشانی کرده و اینجا میره در سرک میره. حالا که وطندارا چی میکنن با اینا صحبت میکنیم، شاید یارا یک جای دیگه انتقال بده، شاید هم اینا بازارشان بیخی بسته شوه دیگه. این صفت جان بگی نشانی است، میبینی همش این قسم دکانا نشانی شده و اینا میرن در سرک میره. بیا دیگه بریم صفت جان پیش بریم ببینیم همشهری های ما چی میگن در رابطه با تغییراتی که قراره در این کوچه رخ بده. سلام بخیر سلامت. فکر کنم دکان های شما همش میره، نقشه آمده. شاید خودت هم خبر نداری؟ داریم که تو مقصد هم تو راپور شاروالی رسیده. گفته؟ اینجا آلارمای چلیپا زده، فکر کنم که اینا همش هم میره. بله سر. خودت اینجا دیگه همی سماوات از خودت است؟ بله سر. بسیار خوب بسیار خوب. خوشحال شدیم دیگه. باز اینجا شما برین جای دیگه برتان میته یا میخوای یک جای دیگه دکانو باز کنی؟ یک جای دیگه دکان باز میکنیم 100%. بسیار خوب بسیار موفق باشی. زنده باشی بخیر باشی. چای تیار است. تشکر یک جا. بخیر. وطندار ما هم دیگه اونا میگه که شاروالی گفته برشان دیگه. شاروالی کابل گفته. ببینیم بیا دیگه صفت تا آخر اینجا میریم چی میشه، چه سخنهای جدید. دوستای عزیز دیگه یک معلومات بگیریم. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر سلامت. خوب بخیر جان بخیر هستین. اسم شما؟ اسم ما علی رضا است. باشنده صفت جان میگه که طرف هفته و از این طرف بیا. باشه. یک سلام برای خودتان، برای صفت جان و به تمام مردم افغانستان، غریب پرور مردم افغانستان، کسایی که است برای همهشان سلام میگم. علیک سلام. علیک سلام. نامتان؟ علی رضا. علی رضا جان در رابطه به اینمی که یک تعداد دکانا نشانی شده و دیگه خودت هم اینجا دکان داری؟ بله از ما اینجا دکان بیتری چارچی است. اینجا بیتری چارچی کار میکنیم. یک چند مدت پیش از طرف نایه، از طرف ریاست شاروالی انجینیرها همراه ایتا آمده بود. همون ماشینایی که اندازه گیری میکردن تمامش دکانا را نشانی کردن و یک تعداد بجز از این مسجد، دیوال مسجد، یک تعداد خانه اندازه 40 سانتی در نقشه آمده که دو طرفه سر وطندارم امید یک دوستای عدید وید داد که بیخی ما این صدای رضا جان رو نشدیم. خواهی مسجد گفتی بجز از مسجد، بجز از دیوال مسجد دیگه 40 سانتی از طرف خانم گرفتن. گفتن باید که این سرک در طولش 7 متر باشه، به خاطر از این موترهای میدان و کارتین باید از زمین را بیایه تا دان چمنه که بازی را باشه. به خاطر سرک سینمای پامیر بسیار بیروبار میشه دیگه، بسیار وضعیت خراب میشه. دید یک بار روز میشه کسی گذاشته دیگه کسایی که هستین میبینین دیگه. رضا جان خیلی خودتان دیگه این طرف یا اون طرف؟ از ما این طرف از دکان این طرف شما بچه هستی بیادر هر چی که خیر ما باشه، از همه چیز که خداوند همیشه خیر ما را پیش کنه. آمین آمین. دیگه خداوند یک روزی را بیاره که همگی دست به کار باشه، احتیاج محتاج کس نباشه. بخیر باشی رضا جان. بریم طرف دکان کسی هست؟ دکان بیای بیتری چارجی هم بگیریم دیگه صفت جان. من استاد رضا من شنیدم بیتری چارج میکنن و چارج کردن بیتری. بله. نمیفهمیم که چه رقم است، حساب چی است، چه رقم. والا این دکانم باز شد صفت دیگه. اولی نفرا ما هستیم که آمدیم. اینا کس برادر عزیز بیتری تیزابی است. یعنی بیتری تیزابی است که اونو ماشینش است، توسط ماشین ما را چنگک میزنیم که تو به هم دیگه وصل میشن. اینا که وصل شد باز اینا را ما در اون ماشین برق میزنیم به مدت 1.5 ساعت اینا چارج میشه. در ماشین ما 14 دانه را میمونیم چارج میکنیم. و اینی بیتری ها که است بیتری های لیتیم میگن، از سیل کامپیوترهای دسکتاپ این جور میشه. باز اینا را در هر چارجرش به این شکل چارجر داره
در چارجر از این تعداد 15 دانه را ما برای 1.5 ساعت در چارج میمونیم. دو چارجر است برای 1.5 ساعت 30 دانه بیتری از این همزمان چارج میکنه. باز ما این بیتری ها را امی کراشوانایی که لب سرک است به اینا شام میبریم توزیع میکنیم، به خاطر که اینا تا وقت شب تا ساعت 9:30. آفرین. پس بیننده های عزیز ما هم نمی چارت بودم که یا یک تعدادش 74 هم نداره این بیتری ها یا چطور چارت میشه، این پیدا کردیم جای ما دیگه. بیتری را چارج میکنیم و بسیار کسایی که در خانه بیتری دارن مشکل بیتری می داشته باشن ما برشان جور میکنیم، تیزه و خرابی داشته باشه دیگه. ما بازی دکان خود ما کس 24 ساعت من میشه خودم هستم، دکان واز می باشه. تو قایم کدام وقفه رخصتی نداری. بسیار خوب، خیر ببینی استاد. زنده باشی، خوش آمدین دیگه. بخیر باشی استاد رضا. خودت انجینر برق نیستی دیگه؟ کم تم دستم میگردم میفهم کار کسی که همراه برق سرکار داره، برق قطع کسی مذاق نداره. نه میگیره همه تو یکی برق برق نگرفته، یک دو بار گرفته. یکی برق است. او خب باز الا دادن برق هم صفت خنده داره. ما هم یک دفعه برق گرفتیم، البته برق ما را گرفته. خب بعد ما تو صحیح چیز نه دیگه نمردیم. خب برق در کدام حالت آدم که میگیره باید یک چوب خشک یا چیز باشه که در دست نفر یا که چوب بزنه یا در دستش بگیره برق چون رو اعلام میکنه. خب اینجا دوستای دیگه در بالا هم هستن، برادرای ماست یا مهمانای ماست از دوستای ماست که اینجا میان روزای پنجشنبه. بعد از روزای پنجشنبه که اینجا میان یک احوال از ما میگیره، پرسان میکنه که چطور است. میگه براتون سلام تقدیم دیگه. مهمانا خوب هستین؟ بخیر. ما آمدیم همراه استاد رضا که یک ببینیم. خب استاد رضا تشکر، بخیر باشین. برق گرفت خط چوب بزنیم دیگه. بسیار به طریق ایسا که اما دسته که لاین می باشه امرای چوب که بزنید هم دستش باز برق رو اعلام میده، چون چوب کس برق رد نمیشه زونی. در اون صورت یکی پلاستیک باشه یا پلاستیک باشه، اگه چوب تره بگیره دیگه او باید زندگیش الوداع بگه دیگه. خب بخیر باشید. خوش آمدین. ما همچنان تشکر. میمان ما میشین، ما در خدمت هستیم از جان دل. یک جان سپاس. صفت جان بخیر باشین. صفت جان هم اینا استاد رضا هم دیدیم، اینا ویدری چارچی هم دیدیم. والا اینجا بسیار خطرناک است، من میترسم. والا ادم بدریم من میترسم، یکم وقت میگه انفجار نکنه. اینجا هوا ماست پټک سعی کنین، یک گلاس هوا من بنوشم صفت خونه مینوشه دیگه. آها او تازه هم یکم از رضا جان میگه. خود دوستا ما را همراه ما باشین، ما اینمی او میخوریم در دکان رضا جان، میبریم بیرون دیگه. دوستای عزیز ما برآمدم فعلا اینجا را از یادم میاد. اینجا یک وقت کراچی های بود شبلی مال ویش میگفتن دیگه و فکر کنم دیگه این کوچه بود یا کوچه دیگه است، اما تو اون و پالوش است. اونجا بازار بود و چبلی است دیگه. اینجا یک وطندار ما است. سلام علیکم. و علیکم سلام. جور بخیر. سرایمت. بسیار ببخشید. خوب هستین؟ جور بخیر. قرار است پشتو یا فارسی؟ نه پشتو بگو، یک ذره آسان است، فارسی سخت است. نه سعی کنم میگه پشتو آسانه. چه لکم ځای است اورورا؟ ننګرهار اچین ولسوالۍ. اچین ولسوالۍ دیر شي او ننګرهاري سړی. دا سیدی لکه چې بریانی وو. دا بریانی ورځي وو. وس بریانی لکم ځای دا پاکستانی دا چې نه پاکستانی. بیا خلک وایي چې دا هندي دی، دا بریانی او نور دا ټول تیز غذاګان د ټول د هندستان ده. نو اوس خو داسې دا خو دلته خلک نه پیژني زیاتره. او داسې خلک راځي فارسی زبانان دي، هغه چې است چې وخت بخته کوي رنگ چې را تغییر است. اوس ستا نه اوس خلاص. یارا صفت تو هر طرف که میری از است تو این سر ما چشما خشک میشه، سر ما بریانی خلاص شده. شه وایه چې دا خپل پخایه کم ځای پخایه مواد بوایا. مواد خو جلال آباد نه راوړو، مساله ده. او سامان ده مساله له جلال آباد راځي. بخپل هم زه پخوای شم او شابه بل چې دا پلار مې پخیه. او والا پلار
دا پلار چې دی دا پلارون او دا استادان چې دی هغه پوهیږي چې څومره مسالې به واچوي څومره دا لکه چې څو بجې د ساعت اوس 11:30 بجې د بیننده عزیز 11:30 بجه است وطندار ما اینمی دیگه خلاص کرده یعنی که خوب بریانی مزه‌دار بوده اینجا سر صدای موترا زیاده چه وای چې دلته به سرک راځي تو هم خبر نیه نه زه خبر ځکه نه لرم چې اختر نه مخکې تله وم اوس چې دی راغلم شه څنګه و سرک خدای نه عمومي دا خو سرک ته وایي سرک راځي وای خلک وایي چې د دې کوڅې په وحی دا دکانونو بیا داسې وی اماسه مخامخ شاید یې هم داسې چه او شاید چې نور کوم پیام وی کوم خبرې وي دا کومره د تار لپاره ده کامره هر څه بس داسې کوم پیغام خو نه لرم خو بس څه به ووایم نو بیخي خو بیخي خلاص شو خبرې ښه دا زما ورور به نه وایي نور شی خوشحاله شو دا بیا تر ښکټ که یو پیغام درته وایم ووایه پیغام زما د ټولو ځوانانو نه دا دی باید تعلیم وکړي تعلیم چې دی ډېر ښه شی ده تا تعلیم کړی دی هو ما یو 12 کاله کړی دی چې ولې پوهنتون ته ما پوهنتون چې دی سرمایه غواړي او سرمایه موږ سره نشته شه دا خیر دی انشاءالله او که بیا پوهنتون وی نو وظیفې خو بیخي ډونټ دي او ډونټ وي شه ډېره مننه خوشحاله شو دا خیر اوسه قربان دست بینندای عزیز می تو دیگه آمدیم میریم 11:30 بجه شده فکر کنم اینی کوچه را هم شاید چون رو به رو هست همی تو سرک باید بگذره ببینیم اینجا دکان ها نشانی شده نشده چی رقم است اینجا یک مثبتک است اینی جا ولی مشخص نیست که اینجا هم گفته شده برشان نشده اینجا دیگه فکر کنم سلام علیکم می کوچه چی نام دارد؟ زغال فروشا خب این زغال فروش هاست دیگه فعلا امروز صفت جان در کوچه زغال فروش هستیم وطن دار همیجا میگه سرک خو میایه سرک کلان میشه والا ویش من نمیفهم خب این وطن دار ما خبر نداره خب ما میریم ولی نشانی کرده شارولی شاید شاید بخیر باشیم زنده باش دیگه ما هم تو میریم پیش معلومات گرفته میریم امروز شما شریک کرده میریم ببینیم چی میشه کوچه زغال فروشی دوستای عزیز ما دیگه از کوچه زغال فروشی بر آمدیم و همین تا آمدیم اینجا بدگری ها هست جایی که نخود فکر کنم پخته میشه سلام علیکم وطن دار علیکم السلام خوب هستین بخیر سلامت جانتان جو اسمتان عبدالله استاد عبدالله خوب هستین استاد شکر شما خوب هستین بخیر باشین سلامت باشین فکر کنم که شما اینجا دیگه بدگری است نی؟ بدگری و نخود پخته میشه اینجا نخود پخته میشه همین پروسه نخود پخته کردن ما شنیدیم ولی ندیدیم اولی بار از دیگه آمدیم این چی رقم میشه؟ این ریگ است؟ چی است؟ چی رقم حساب است؟ ریگ است نخود پخته میشه ریگ از پشت آتش میشه ریگ داغ شد کش میشه باز اینجا نخود پخته میشه قیصفت جان بیا این طرف ما استاد عبدالله این طرف استاد میشیم استاد عبدالله این نخودهای خام از کجا برای شما میآید؟ یه از خاناباد خندوز از تخار از تخار خندوز است خب اینی خام است یا پخته فعلا؟ نه خب پخته است نه این دیس آها این پخته شده کدگی میاد خب از این میآید خب خام دیگه اینی میشه؟ اینی پخته میشه اونو پخته شده بالا خب صفت جان اینی خام نخود است
و این که پخته میشه رنگش هم فکر کنم کلان میشه نمیشه؟ هم کلان میشه، دانه از خود میباشه، کلان دانه باز اینجا پخته نمیشه، باز دانش کلان میشه اونجا پخته شه. آها پخته شو کرد. اجازه است استاد عبدالله در رابطه بین این چیزا برای ما یک بگو. اینا دونمو چقدر هم اندازین؟ این تو معلوم است اندازش یا معلوم است 5 کیلو 4 کیلو گپ تا نفر است که چقدر زورش میکشه. زورش بکشه. آفرین. فشار خیتر یادم نامی سر یادم عزیز الله بیادر. عزیز الله بیادرتان است. خب من یک سلام و کلام بکنم. استاد عزیز آها این دیگه سفر جان سایکو. واه دیگه هم عبدالله جان خوب فکر کنم داغه. داغ میشه از پیش ماشین پوپ هستن سنگ زغال است. ریک داغ نباشه که پخته میکنن خدا. آفرین. مثل همین کورای آینگری واره. کورای آینگری واره ماشین پوپ از پیش چالان است ریک داغ میشه باز خش میشه باز پخته میشه. کشیدش. آره. سفر جان اینمی حالت بگیر دیگه. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام. خوب هستی؟ بخیر جان جور هستی. سلامت. یک معرفی کوتاه اگه داشته باشی. معرفی؟ نامتان؟ نام معلب خان. خب استاد الف خان خسته نباشی. سلامت باشی جان. چطور هستی امروی کار بار؟ والا فضل خداست میگذره. میگذره دیگه. الحمدلله اینا بچه‌ام در کنار هستن. بچه‌ام هستن. در کسب و کار برکت. چطور است روز استاد الف چند دانه را چقدر تونه شما چیز میکنی پخته میکنی؟ والا دیگه اگه در پخت باشه پروش زیاد باشه باز تا سیر 80 تا 100 سیر پخته میکنه. والا خواهی نمی 20 سیر 30 سیر یعنی 15 سیر یعنی کم کم. والا هوا هم گرم است. هوا هم گرم است. ماشاءالله من آفرین شما یکی به اینا و یکی آفرین یکی به مردمای آهنگر. هم بیرون گرم است هم اینجا گرم عادت از بیرون که اینجا گرم است. اینه ولی تو درم چی رقم است؟ خدا هم تو که میگی. خب بسیار خوب. همین دوست ما یک احوال پرسی کنیم خسته نباشی. تشکر زنده باشی. گفتن کار فشار کار سر خودت زیاد است. ده این کار دیگه همون کار فشارش همین کار است دیگه. همیست کسی که اینجا کنترل کنه. بله. بازینی که پس مندازیش یا تو چی رقم میکنی دیگه؟ این داخل از پشت از آتش است. آتش سنگ زغال. این دیگه پشت سر مندازی تا وقت سرخ میشه تا که پخته میشه پس روی پایین میشه همین تو. یک دو سه کیلو را میزنی یا نیم سیره؟ تقریبا 5 کیلو 4.5 کیلو را میزنیم. ماشاءالله در چیزش چی میگن همی تشش؟ در گندی ما برش میگیم. گندی صحیح سمود درست شد. خب بسیار خوب. جای هم خوب گرمه نه یک در واسطه سر مرد بیرونی و داخلی است. نه ما باز جایم خوب است فقط چالان است برای شمال میزنه. برو خوب است دیگه. همین لالای بزرگت میشه. بله عبدالله او دیگه جایش آسان راحت از فکر کنم. نه خب ما از اوی کار میکنیم یک تاشته که ما پخته کنم بازو میشینه. آفرین خیلی نوبت میکنه. بسیار خوب. سفر جان دیگه خیر ببینید. سفر جان اینا بدلی هم دیدیم دیگه دوستای عزیز. استاد الف خبر داری که میگن اینجا سرک میاین؟ والا می تواضع از دیگه من چی بگم؟ پول بوتن نمیشه ما که باشه بدیم اینجا سرک میره آمده دیگه. این دکان سابق است پیشه. یک 2 سال میشه گرفتیم. ماشاءالله در کسب و کار برکت. سلامت باشین. بخیر باشین. تشکر که وقت دادین. صفت جان دیگه اینا بدگلی رو تشکر. یک جان سپاس. اوه صفت گرم و است. باید تو گرم است بینندای عزیز که خوب صحیح ما ایره دیگه بس همراه صفت جان شریک میکنم. تشکر استاد عبدالله. یک جان سپاس. ببخشید. دوستای عزیز ما همراه صفت جان پیشتر مشوره کردیم مریض گذاشته بودیم چند قدم پس دور خوردن ما بیرون از او کوچه که در نقشه قرار است بره مثلا اونجا در سرک شود و برآمدیم آمدیم به روی بازار و اینجا سرک عمومی است که از سینما پامیر تا به چوک فکر کنم من صفت متوصل میشه اونجا هستیم و اینجا وطندار ما هست ما میخوایم که یک سلام علیکی بعد یک جور عینک بگیرم سلام علیکم و علیکم السلام خیر راغلی سره میسه خیر وسی مننه جور خیر بخیر مننه علیکم زای هستی د لغمان ولایت اوسیدونکی نو میسیدی رحمت الله نبیل دادا والا رحمت الله خب بالینگ که چی بیٹنگ یا کرکٹ میں نه دا فیوریٹ میں نه دا کرکٹ دونه نه خو شا
رحمت الله جان څنګه د کاروبار څنګه ده؟ شکر د الحمدلله لګای د خدای وسته را رسیږي. راسه ته دا راسه چې صفات وایي چې ښه راځي تصویر یې ښه دا عینکان په څو ده کوم ځای دي دا پاکستان نه راځي چین نه راځي بحث هر ځای هم داسې راځي نو خرڅوي. یو یې زه خوښوم ما ته ووایه چې 100 روپۍ ده. دوستای عزیز ما صفات جان گفتم همی عینکای ما شکسته آدمی تاله دیگه ما تاله نداریم. این قسمی بود تو فکر کنم همیت یک چیز بود فعلا دیگه آقا ماتسوی دیده مانه دست یا شای و دو سنگه ده تراونی صدا بر سر خکاری دا نسبت باندې وتا ته زی جوړه نه کې درکم خیبر سره شه اوکي رحمت بوای دا به واخله ودرې چې څنګه ده دار سره خکاری ودرې چې وی ګورای نه دی ګوره اوه والا دوستای دا خیسه خکاری سره چطور صفات جان دا 100 روپۍ ده قیمت بوایا دا تا د پاره 150 روپۍ 150 روپۍ 150 افغانی خدا ملت میگه 150 روپۍ کی خوب بخی قیمت است تا قیمت خکاری قیمت نه دی نه رحمت بچه‌ش دست ما مکمون سره چند روپۍ گفتم صفات جان 70 روپۍ نه یار روپۍ نکیجی نه نکیجی والا چا آجی سخا خونده به لیلامون درته 100 منټ والا چې ټول خراب دته جمعو یو سلو دیر روپۍ بیا ورکوره کې کا یو سلو 10 روپۍ نه کېږي دا څه شی لري چې دا شیشه ده شیشه اصلي شیشه ده کوالټي چې کدا نه خرابېږي نه پسنه باندې شیشه اصلي ده والا رحمت کا توصیف میکنه یا مثل آجی سخا واره موتر فامیدی فایبر کلاس بسیار بالاست تو بیادر ما اوش کار نداریم یک مقصد نور آفتاب بگیره بیا بنوی جور در تصاده در که ما بسترگوی نه خود آقا نه دا صفات خوش کرده دیگه دا سوی در تا حساب کما اما بیار پیدا یا بیار پی نکیشی والا دوستای عزیز رحمت تانو نمیتی یا بیا تاون کی والا خدای پامان رحمت جان والا بیادر بیاد صفات جان بریم نشد ما جور نمیدیم کاکا اینا کار قیمت میگن والا قیمت ما نفهم که قیمت میده آقا میگه همه حالا میگیم به 70 روپیه میگه نه 150 روپیه 120 روپیه هیچ کم نمیکنه اگه اصلا بوده با نمیگذار میتی 20 روپیه میتی یکی خودش ما مال ما یکی ما برش موندیم هیچ که نمونده باشه دونم یک 60 روپیه پیسه برش موندم قیمت چی خبر ما گریبان ما شما دیگه خو از قیمت خبر نیست بیا خیچه که تا پرد راست میگم ما غریب آدم هستیم رحمت نشد دیگه بریم اوتو ما همیجا آمدیم سرک میگم میایم این دکانا را دی پشت سر نشانی کردن چی مهم است که یک چیز که تاریخ تیر شده باشه اونم مهم است یک چیزی که قیمت بخری یا خوبش باشه مهم نیست پران نمیکنه این بودیدارم پران نمیکنه ولی این بودیدارم بعد از که این بودیدارم بعد از که تاریخ تیر شده با دور تیر کنه این خود تاریخش اگه تیر هم بادرنگ با حساب خرده تیر کنه این بادرنگ به حساب من از بغلان هستم از کجای بغلان خنجان والا خنجانیف از مردم خنجان هم بسیار خوب مردم است تشکر بخیر باشید چه سبب کو نه غیبت نکی وای آقا دیر به پیسه اخلی بیا که بریم سفر جان بیا که بریم ما تو دیگه ببینیم کجا سر دوستای عزیز ما و صفات جان تا جایی که دیگه رفتیم و اطلاعات حاصل نمودیم این سرک از امی قسمت سینمای پامیر بالاتر و امی تو به کوچه فرعی که کوچه زغال‌فتاب و کوچه پخت فروشی تا اینمی کوچه هم پس کوچه از طرف شاروانی علامت گذاری شده یعنی نشانی شده که تا نموجه و طولش فکر کنم 7 متر است از اینجا تا او قسمت می رود در نقشه
ولی این تو دقیق اطلاع ندارن، همشهریای ما نگفتن دقیق اطلاعات به ما دسترس ما ندادن که واقعا، ولی گفتن اسکیچ شد از طرف شاروالی آمد و آلارم گذاری شد، قسمی که شما هم در تصویر دیدیم دیگه. ما خواستیم همه قدر انشاءالله برنامه بعدی در رابطه با خود بازار چندول، یعنی بازاری که در اونجا وسایل الکترونیکی، بازار بوت است، چبلیایی که مثلا هست و بیشتر بچه ها دوست دارن آیسیکل، از هر کدام کوچه ها و از هر کدام اینا حتما برنامه متعدد دیگه می داشته باشیم. این برنامه را به میجا اختتام میبخشیم و پایان میبخشیم، ولی یادتان نره که چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده، زنگوله را هم فشار بدین تا از برنامه های دیگه که ما امروی صفت جان همکار خوبم در خدمت شما قرار میگیریم به دور نمانین و بیننده باشین. و یک چیز دیگه هم یادتان باشه، همیشه کامنت ها و نظریات نیکتان با ما شریک بسازین. تا دیدار بعد بدرود میگیم و با امیدی که هر جای هستین صحیح و سالم و صحتمند باشید. وقت همتان بخیر. صفت جان دیگه و فعلا امروز بای بای. هوا گرم است، روزی که کار اینجا شروع شد بعد ما برمیگردیم.